درود، امیدوارم حالتون خوب باشه. خوش اومدید به ویدیوی امتحانی با من. از فردا امتحانم شروع میشه و اولین امتحانم فیزیکه. خوشبختانه فقط فیزیکه، چون بعضی وقتا 2 تا امتحان دارم توی یه روز. خلاصه که این شکلیه، داریم فیزیک میخونیم. دیروز شروع کردم ولی من سرما خوردم طبق معمول. نمیدونم چرا هر موقع امتحانات میاد من سرما میخورم. دیروز روز خیلی مفید نگذروندم، فقط 2 تست حل کردم، اما خب نتیجه تستا خوب بودن. یه ذره ویدیو نگاه کردم ولی میدونی اون حس درس خوندن نداشتش. دیروز زیاد قشنگ نبودش. امروز از صبح زود شروع کردم. الان 1.5 ساعته دارم درس میخونم. ساعت 9 صبح، از ساعت 7:30 شروع کردم. درسی که خوندم انقدر. الان دارم میرم مسابقه، احتمالا بوسه هم بیاد. الان ساعت 11:35 است. بوسه احتمالا نزدیکای ساعت 12 اینجا باشه. راحت دارم حرف بزنم چون خالیه. ما دیروزم اینجا اومدیم ولی دیروز زیاد کار نکردم، یعنی 3 ساعتی نبودش درس خوندی بود. الانم یه نفر مسابقه گذاشته در اومده استراحت. امروز فیزیک دارم میخونم، یعنی میخوام بخونم. شایدم از تست شروع کنم. 2 کتاب تست آوردم. من دیروز از این کتاب تست دادم. 8 و 9 تست 8 و 9 از این کتاب زدم. باید تا تست 12 بیام، ولی از اون طرفم تا تست 5 کامله. 6 و 7 هم مونده. 6 و 7 موضوع این پرتاب هاست. اون باید یه مروری داشته باشم، یه ویدیو نگاه کنم، بعد بشم تستشو بزنم. وقتی این نیرو کارم تموم شد تا تست 12 اومدم، میرم از این کتاب میزنم. من آخرین بار تو خونه داشتم ویدیو نگاه میکردم، بعد ویدیو تموم شد. تمام بریم شروع کنیم. امیدوارم از ویدیو خوشتون بیاد. ساعت 9. ساعت تقریبا 7 و ساعت 8 اومدم خونه و شام خوردم و اینا. مهمون داریم، واسه همین الان تونستم ویدیو بگیرم. و 9 ساعت و 55 دقیقه درس خوندیم تا الان و تو فکرم همچین چیزی دارم که تا صبح بیدار بمونم، چون یه بخش دیگه هستش که اونا رو اصلا چیز نکردم. اونا رو بیشتر باید بخونم. اینا مثلا 1.5 ساعت آخر با بوسه بهش توی زبان کمک کردم. واسه همین این شکلیه.
تایمرم 16 ساعت رو تقریبا نشون میده. از این بابت خیلی خوشحالم، ولی نمیدونم خیلی استرس دارم. امیدوارم امتحانم قشنگ بگذره. الان میرم تا صبح ساعت 4 و نیم اینا درس خوندم. بعدش یک ساعت اینا خوابیدم. الان آماده شدم سرویس بدم. هوا داره بارون میباره. هوا داره بارون میباره جمله درستیه؟ درود. الان ساعت 5 از مدرسه اومدم. به شدت خوابم میاد، ولی آقا صبح رفتم مدرسه همه اینطوری که تو تبدیل شدی به فیزیک. زیر چشمام اینطوری تو ویدیو هم مشخصه، من اصلا متوجهش نشدم. زیر چشمام یه کبود قرمز نمیدونم، یه حال عجیبی بود، ولی فکر میکنم به خاطر اینه که سرما هم خوردم اونطوری شده، یعنی بیشتر به خاطر اینه، چون نمیدونم. ولی دیروز خیلی خوندم. 16 ساعت از صبح ساعت 7 شروع کردم تا شب نه تا فردا صبحش ساعت 4. ولی خب این چیز داره، استراحت به صورت دقیق تایمر 16 ساعتی داشتم. امتحانم خوب گذشت، ولی هنوز استرس دارم چون نتایجش بالاخره مهمه، نتایجش مشخص میکنه. خیلی فرمول بودش و فرمولا انقدر تو ذهنم قراقاتی میشد. خلاصه که این شکلی میخوام بخوابم الان، بعد پاشم فردا زبان دارم، فقط زبان دارم. زبان راحته، پا میشم یه مروری فلان میکنم، بعد واسه بیولوژی پس فردا میخونم. خلاصه که این شکلی شاید یه ویدیو دیگه بگیرم بهتون، ولی اون فرمولا رو نشون میدم که چقدر فرمول حفظ کردم. مرسی که تا اینجا ویدیو نگاه کردید. تا درود دیگر، بدرود. اینا فرمولایی هن که واسه چرا چیزم